آخرین نصیحتی که میخوام براتان کنم این است که وقتی که من خبری به مسکو آمدن و بعضی خواهرای اسلامی شنیدن، چی از وحدت، چی از دوشنبه، چی از رامید، چند نفر خانم ها نزد من شکایت آمدن خدا نکنه که در بین شما این تا آدم نباشد. یکی از خواهرها میگفت با ایشان شوهر من 6 سال است در روسیه است و نامده است، یک بارم از احوال من خبر نمیگیرد. اگر رفته همونو در اونجا بینید یعنی نصیحتش کنید. خوب همین مضمون چند تا بود. اگه من از شما خواهش میکنم که با کدام شما هم تو نباشه که این کامپیوترتون در اونجا مونده باشه 2 سال و 3 سال و 4 سال با اینجا بیایه و فراموش کنه، از این تا نباشه. عزیزان من، زن مسلمان بر بالای مسلمان حق دارد. زن نفقه دارد. نفقهش فقط پول روان کردن نیست که هر ماه $100 روان کنه، چی نامقلی کنه اونجا گشتن گیره تو اینجا ده با زنای سفیده که گیره راحت کنه شبا وای در اونجا خونه خورده ایستاد. زن نفقهش هم خوراکی و پوشاکی است، هم خوابگی است. خوب که آمده حیات مجبور که 6 ماه و 1 سال که ایستاده، حتما با نزد همسراتان بازگرده، باز پیش اونها 2 ماه و 3 ماه ایسته با بیتان کارتان کنه. یا اگر شرایط داشته باشه، من این شب ما خانه محمد جان ده بودین، خدا نگهش دارد. خوب همسرش آورده است، ینگی عزیز خیلی خوشرو، زندگیش خوشرو. شما هم شرایط داشته باشه همسراتان بیاره در اینجا، هم رفیقتان میشود، هم لباساتان میشوید، هم غذاتان آماده میکند، هم شما بفره میشه میره پاهاتان و پشتاتان میمالد. زردتان کرده که پاهاتان مالوای زنک خیلی به هر حال میگم. لیکن اگر نمی بیاره خودتان رو پیش اونها 6 ماه 8 ماه که کار کرده رو اونها رو با خرسند کنه برگشته بیتان. خدا در قرآن شما را تاکید میکنه ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف. زنها هم بر بالای شما حق دارند مثل که شما بر بالای اونها حق دارید. نگذاره همسراتان در اونجا عصبی شوند، نگذاره همسراتان در اونجا محتاج شوند، نگذاره همسراتان از سبب نرفتن شما خیانت کنند، در ناموس شما خیانت کنند. زن از 4 ماه زاید به شوهر طاقت کرده نمیتونه، باور کنید. من برای شما یک قصه از حیات حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگویم. حضرت عمر وقتی که خلیفه بودند شبها در کوچه های مدینه میگشتند. بچه های خوشرو کدام زن داره خوب گوش کنه. من میدونم بین شما ده هست کسایی که 1 ساله 2 ساله نرفته پیش عروسوش. شبها حضرت در کوچه های مدینه میگشتند، محافظ نداشتند، تلخ نداشتند مثل حاکمای امروز بارین. اونا عادل که بودن، عدالت داشتن، از کسی هراس نداشتن غیر از خدا. امروز که اینها عدالت ندارن، ظالمن، بنابراین به 50-100 تلخ نمیگردن. حضرت دستشان دیرشان بود، کوچه ها شب ساعت 1-2 شب بود میگشت. نزد یک دیوار رفت، از داخل خانه صدای یک خانم بلند شد. حضرت حیران شدن در این دل شب این خانم چی میگفته باشن. در و حضرت میدونن که با اکثر مردها در جبهه بودن برای جهاد، برای خاطر همین پاسبانی میکرد حضرت امیرالمومنین عمر. رفتن نزد دریچه خانه، گوش انداختن که صدای بیت خانی یک زن بلند شد. این بیت میخوان، سرود میخوان. چه خوشنامه نداشته ایده، عیال به خوشنامه بودن. مضمون بیت عربی است، تو 4 مصری و فارسیش ترجمه همین است. او خانم میگفت، به خودش گناه کرده که خدایا اگر خوف تو نمی بود، اگر ترس روز قیامت نمی بود، اگر عذاب دهشتناک دوزخ نمی بود، این شب من هم مثل دیگر خانم های شوهردار در این بالای کراوات منم جنبیده می استاد. این یک جرم می‌آوردم، منم راحت و معیشت میکردم. حضرت عمر وقتی که شنیدن آب دیدشان جاری شد، رفت، گریهش آمد. رفتن نماز بامداد با گریه خواندن. گفتن عمر چی جبر کردی در این زنهای مسلمان با روان کردن شوهراشان به جبهه و به خط فرانت؟ نماز خواندن، رفتن خانه رسول خدا. حضرت حفصه مادرمان دختر حضرت عمر است. پیش دخترشان رفتن، مثل حاکمای امروزه فرمان ندادن گیره حفصه رو پیش من بیاره. خودشان خیستن رفتن نزد دخترشان، در آمدن سلام کردن، نشستن، گفتن جان من حفصه. گفتن
تو همسر هستی، تو مادر هستی، تو زن هستی، تو خانم هستی، تو به من راست گو، تو مادری همین مؤمنه هستی، به من گو که همین زن از جدایی شوهر تا چند وقت طاقت میتواند کرده. آخران این مهلت شگو. حضرت حفصه مادر من گفتن یا امیرالمومنین پدر بزرگوار 4 ماه زن میتونه خوشه به شوهر نگه داره، این زنهای شوهردار. بعد از 4 ماه که گذشت ماه 5 و 6 بی طاقت میشه، احتمال است اینکه برای خطا رو و خیانت کند، چرا دیگه خوش کنترل کرده نمیتواند. خلاصه عقلش دیگر نمیتواند که پیش راه شهوت و نفس گیرد، احتمال است خیانت کند. 4 ماه فهمیده زندارا غمی زنات نکو خورید. حضرت آمدن فرمان برآوردن تمامی سردارای لشکر که کسانی که در خطای فرانت هستند همسر در خانه داشته باشند از 4 ماه زاید اونها رو منع نکنید. 4 ماه کشید گردانده به وطن روان کنید، جاشانده قوه های نو برید، برای خاطری که زنهای مسلمان به شوهراشان خیانت نکنند و بیکار نشان. بنابر کدام همسر داره شوهرای عزیز، همسراتان فراموش نکنید. لااقل شما در 10 ماهگی روید که همین 2 ماه پیش او دستت خرسند شود و با بیایید، اما 2 سال و 3 سال و 5 سال و یک خیل ناجوان مرد پیش من یک بچه یک خانم پسرچی دویم میخواندگیش خطره والله قسم حانسی های گو حضرت ایشان من این بچه مست من شوهر کردم. گفت 40 روز 45 روز شوهرم قطعی میستاد، همون رفتگی الان تا حاضر نامده است، بچهش دویم میخوانه نامده است. من این ناجوان مردم هستن. حیف جوان مرده که خود در اینجا راحت کنه و همسر در اونجا عذاب روحی کشد. اگر رفتون نمیتونی جوان مردی کرده، نمیتونی همسری کرده، نمیتونی او رو تأمین کرده، مردانه طلاقش کن. یک طلاق او بیچاره کل معلقه در بین آسمان و زمین نگرده. اگر خواهی باز که رفتی میتونی با گشتگیریش یا طلاقی کردی 3 ماه پسای 3 سال پسای اگر زنی با وفا باشد برات استاد، لیکن که نخواستی او عدهش برات شوهر کند ده. مگر او در دام تو چسبیدگی است تو اینجا راحت کنی و اونجا عذاب کشد؟ خدا قرآن برای ما این نهی میکند ولا تذروها کالمعلقه، زنهاتان بین آسمان و زمین معلق نگاه نداره، نه زنشان میکنه که او راحت کند، نه سرشان میتید که او جدا شود و شوهر کند.